الو السلام علیکم ماکسیم تاکسی یا پیش کنید تاتر نوروز یا تاکسی رو کنه مالش خب رحمت هر چه میگم همین تاکسی هم شیده بدیانه نه که باشم هازی دیر میکردم همین زنگ بزن سکوند آمده میرسانه السلام علیکم و علیکم برسلام من شرکتی ماکسیم تاکسی شما زنگ زده ها بابی ما زنگ زدم ای صدقی نمیشم شرکتی ماکسیم تاکسی همیشه در خدمت شما 1551 زنگ زدن بگیرید مرحمت کنید بیا نه که میگم بابی هرچه همین تاکسی هم شید یا نه البته جانی باش بهتریش داره که بابی همین هر یه لحظه زمان کجایی که راکی باشی همون مینوت و ساعتی گفتگی در رفته میرسی با همین شرکتی که من کار میکنم کو ماکسیم تاکسی همین 1551 همین زنگ میزنی که ما حاضر میشیم میگم با این حقی رو کیراتون چند سمه بابی؟ 6 سومونی ها؟ نه بهترین انا بابی جانمی کم تر پایین ترک نمیجده من کنه میشوه مالش انا همین جاده میشه تو خیلی نمیست تلبده من کنه میشوه ای سلامت باشه ای با همین چند قیقی برمی 6 سومونی های 3 کیلومترش خیلی من اوقت تا 3 کیلومتر نمیرم اکر هیما نزدیک هایو نکی نغز همین وقت ساعت رفته برسی شید اینا یک کم تر پایین تر تو خیلی نمیست تلبده من کنه بابی نمیجده رسید همین جا میشه قبول اینه مرحمت همین جا تو من کنه هزار رحمت چند سمه گفتیم بابی شما ده نویره که بابیش راکیرای ما همگی 6 سومونی 6 سومون ها بابی؟ ها اینمی 6 سومونی بچم ایوا ای کشلو که مرا یا در یگان جا دزدیدین یا که من ایخونو نگرفتم شد بیزید کو بابی جان جانی باباش میگم بخشش زیاده با فکرم که من همی کشلیاک من یا در خانه فراموش کردم یا که در یگان جا گم کردم یا یگان کس گرفته کشلیاکم نیسته بابی جان نه که نمیشه که همی شکلات بوتم تانو و حقی را کی را همی را حساب کنین اگه اوزر زیاده بابی با فکرم کشلیاک ما کجای فراموش کردگی هم نمی راکی باباش اگه ای شرکتی ماکسیم تاکسی 1551 یگان وقت یگان کلینتش نه ناامید میکنه نه خفه میکنه نه سخنش میشکنه قبولای به جان دل قبولای برای چیه وای اشکالات در مغازین 10 سومونی میسته با این 10 سومونی میسته ما قرضدار میشم میدانم بابی مایلیش همین چند سامانه که شما همین حقی راه گیرایش شما راضی باشین شید بابی ما راضیم نه که این شکلات در مغازین 10 سومونی میسته حق خدمتی ما 6 سومونیه و ما 4 سومونی دیگه قرضدار میشم هیچی نمیکنه بابی بگیرین همین نصیب تان کنه خیلی کشی که من همین فراموش کردم کشلیاک من هیچ گرد نداره همین شما راضی باشین بابی شید من راضیم میگم شما در خجالت نمونین و آخه در همین سین سالی ما قرضدار شیدن این نمیزه بیه هیچ گپ نداره بگیرین همورا هیچ گپ نداره دستمون هم که شما هیچ گپ نداره بابی هیچی نمیکنه نویر حقی بابیش آخه در سین سالی ما کو کی میدونه خیلی عمرای بچم آخه این روزه پگه من نمیخوام ای شما قرضدار باشونه بابی جان هیچ گپ نداره بگیرین همیرا نصیب تان کنه آخه حق خدمتی ما 6 سومون ای 10 سومون میسته نه که ولی بیست نویر حقی باباش این شکلاتی شما دادگی در مغازین 10 سومونی نرخ داره انا 4 قندی دیگه ازدچی بگیرین بوبی جانی باباش همین شما یا عمر در همین بانک کار کرده نه کار نقض ببینین بانک همین ریش مونده نقض ببینین اون یکی با هول هم
همین تو پنسی برم در میگی کار کنم ها البته و بانک جوی هسته که کار نکنی کار کردن در کره بچم این نگاه که ده بابی لبای همین شما بانک ده کار میکنی نه این همی مردم ده پول میتیه نه وای مردمی محتاج وای ما البته ما پول میتیم با هم پول میگیرین ما پول میگیریم چی فایده بده با کمی هم پول میتیم با میگیرین بچه میره تر چه بفهمونم بفهمونم این همین شما مردم ده پول میتین با پول میگیرین ما میگیریم الان ما ده چی فایده یا که مردم ده چی فایده خیلی شما ده چی فایده آخه اینه میخواید چی فایده آخه خیلی نه ما ده ها ما پول میتیم قرض میتیم ها با همون رو آست میگیریم ها این رو بچه هم متره میتین و اساسی میگیرین چی فایده بده ما این سوالی تو عملی جو میتونم عملی ها چه خیلی عملی تو این خیلی نمیفهمی را تیری خیلی نمیفهمی خیلی جبریم ده کجا میره پیش یخدان پیش یخدان میریم پیش خلدانی ها حالا متر میفهمونم بچه بیا نه این چیزی بیست اینا نگاه کن این همین یخدانه یا خلدانی آخه ها فهمیدم خلدانی اینه خوبی میکنی ها این همین بانک من درست گوشت نگاه کن ما اینا گوشت من گوشت گرفتم ها در دستم گرفتم خب این گشته در جوش میمونم تو یکون چیز فهمیدی ها یعنی چی نفهمیدم هیچی نفهمیدی نه آخه همه گوشت گرفتی و جاش موندی تمام موخی آخه بعد چی آخی او اینا دستم روغنی شید کن خیلی کرده که نمیدونم نه که میدونم سلام علیکم و علیکم السلام اره تاکسی درونی رایونی ها بابی اوه بچه سوختم نفسم تنگی کرده سای حلقم قاقشیده سای نه هنگام داری پاچام کند چند سرم گیر گشته سای چشمم سیاه زده سای آخه تو هم طرفی بلنیسه میروی مرا تا بلنیسه رو میبری ما تو پیش بالینسه رو میرم نه که خود تو بالینسه رو میرسی نمیدونم